عادتهایی که سطح شما رو میاره پایین. اینکه شما بدون هیچ دلیلی هر سری عذرخواهی بکنید. این نشون دهنده اعتماد به نفس پایینتونه. آدمای سطح بالا فقط وقتی لازمه عذرخواهی میکنن، نه اینکه همیشه بخوان خودشون عذرخواهی بکنن. بالا بردن صدات موقع حرف زدن. کسی که شخصیت داره صداشو بالا نمیبره و آروم صحبت کردن شخصیتتون رو نشون میده. گفتن عدد دقیق خرج و مخارجتون. مثلا بگین من فلان چیزو 1,850,000 تومان خریدم. آدمایی که سطح بالایی دارن همه جزئیات نمیدن. اینجوری فقط وقار حرفتون رو میارید پایین. پوز دادن با جاهایی که میری، با کسایی که میشناسی. کلاس واقعی از خودتو شروع میشه. وقتی کسی داره باهاتون حرف میزنه شما گوشیتون رو چک میکنین. آدمای سطح بالا در مقابل صحبت کردن دیگران تمام توجهشون رو به طرف مقابل میکنن. با کسی آشنا میشین کل داستان زندگیتون رو براش تعریف میکنین. میتونه لولتون رو بیاره پایین. گاهی وقتا سکوت آدمو جذاب‌تر میکنه.